با حضور راهبران واحدهای ساختاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت، کارمندان شعبه‌های مقامات میلیسیا و رئیسان شوراهای جمعیتی عاید به مساعدت جامعه شهروندی در تامین ترتیبات جمعیتی میز مدور در موضوع تاریخی اصلاحات میلیسیا در تاجیکستان برگزار شد. نعیم ملک اسلامی رئیس شورای جمعیتی عاید به مساعدت جامعه شهروندی با اصلاحات میلیسیا در نزد ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت ضمن معروضه خود از مقصد و مرام اصلاحات میلیسیا سخن کرد. او اظهار نمود که مقصد و وظیفه اساسی برنامه این معین‌سازی هدفها، افضلیت و تدبیرها جهت اصلاحات و رشد میلیسیا، دوره به دوره بهتر نمودن فعالیت مقامات کارهای داخلی، تکمیل ساختاری آن، مطابق نمودن فعالیت مقامات با طلبات معاصر و معیارهای پیشبینی نموده سندهای حقوقی بین‌المللی اعتراف نموده تاجیکستان، تکمیل همکاری با جامعه شهروندی، تامین مادی و حمایت اجتماعی کارمندان مقامات کارهای داخلی و همزمان تکمیل منبع زمینه معیاری حقوقی تنظیم کننده فعالیت میلیسیا به شمار می رود. برای باز هم با خلق نزدیک شدن و رشد میلیسی تاجیک با اقدام بی‌واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان روند اصلاحات مقامات میلیسی آغاز گردیده سال 2010 لایحه حجت استراتژی در موضوع آینده فعالیت میلیسیا در تاجیکستان استراتژی اصلاحات تهیه کرده شد. با مقصد عملی سازی حجت مذکور لایحه یادداشت توافق بین حکومت جمهوری تاجیکستان و سازمان امنیت و همکاری اروپا عاید به مسائل اصلاحات میلیسی تاجیکستان تهیه گردید که پس از گذراندن رسمیات داخلی سنه 8 اپریل سال 2011 به امضا رسید. طور اطلاع داده شد مقصد از تشکیل و برگزار نمودن چنین واخوری‌ها این تحلیل و معین‌سازی جنبه‌های گوناگون فعالیت به شمار می‌رود. حالا مقامات کارهای داخلی تاجیکستان با آموختن پهلوهای گوناگون نقشه دارد نام مقامات میلیسیا را به پلیسیا عوض نماید. برای رسیدن به این حالا در دایره برنامه اصلاحات میلیسیا تدبیرهای عملی اندیشیده ایستادند. برای این مطابق نظامنامه شورای جمعیتی عاید به مساعدت جامعه شهروندی عاید به اصلاحات میلیسیا مقامات مشورتی و نظارتی به حساب رفته با مقصد تامین اشتراک مستقیما یا بی‌واسطه شهروندان در محاکمه رفت اصلاحات میلیسیا در مرحله گوناگون آن اشتراک میکند و ماهیت آن را برای همگان میرساند. بین میلیسیا و جامعه شهروندی شوراهای جمعیتی تأسیس یافته کار و فعالیت با جامعه شهروندی برده ایستاده است و امروز اصلاحات در ساحه میلیس رفت ایستاده است. ما باید ساختارهای تمام مربوطه ولایت رو باید شناس کنیم. همین سال گذشته پیش از فعالیت تا 2021 تمام کردن رئیس هماهنگسازی ملی همدم نازم ولی خان همدم آموزش در مقامات اجرایی دولتی ولایت مشورت گذاردن و این رو گفتن که همین ساختارها برای چی؟ اما اصلی خود ساختارها گفتن که همین اصلاحات رفت در ساحه میلیسی و برای چی ما خبر نداریم. و امروز فعالیت کاری که ما چکل گفتیم در تمام شهر و ناحیه‌ها شوراهای جمعیتی عاید به تامین ترتیبات جمعیتی تأسیس یافته است که همکاری همه طرفه برای پیشگیری جنایت صادرکنی پیشگیری کردن همه آن حادثه‌های نامطلوب با همکاری در میلیسی کار کرده شده. اطلاع داده شد که با اصلاحات میلیسیا عوض نمودن نام مقامات، سر و لباس و دیگر گونه‌های دیگر مساعدت می‌کند. یکی از راه‌های افزایش اعتماد اهالی با مقامات میلیسیا این اطلاعاتانی اهالی عاید به وضع عملیاتی محل نتیجه‌های فعالیت خدمتی مقامات میلیسیا به شمار می‌رود. در دوره اصلاحات منتظم با کارمندان میلیسیا ترینینگ و سمینارها گذرانده می‌شود که در آن کارمندان میلیسیا معیارهای حقوقی انسان را از خود نموده آن را در فعالیت خدمتی خود تامین و رعایت نموده اینچنین اهالی را با حقوق و عهده‌داری‌هایشان شناس می‌کنند. شناس نمودن اهل جامعه با مشکلاتی که در تامین ترتیبات حقوقی به میان می‌آید امکانیت می‌دهد که اهل جامعه در حل وظیفه‌های در نزد مقامات کارهای داخلی گذاشته شده استفاده شود. با این اعتماد و همکاری جامعه با مقامات میلیسیا افزون می‌گردد. گزارش شمس نوروزов و بهرام وهابov برای برنامه اطلاعاتی امروز.